خانه‌های سرد و ساعت‌ها محروم از برق، آمادگی به نصب بخاری و نگرانی از صحتی بیماران و کودکان در بی‌برقی. این تصویر از یگان دهه و ناحیه دوردست تاجیکستان نیست. ساکنان بعضی از گوشه‌های شهر دوشنبه نیز این روزها همین حال را دارند. گلنوره میرزایова ساکن ناحیه سینای پایتخت در خانه بیمار و چند کودک خردسال دارد. او میگوید چند روز با ساعت‌ها برق ندارند و این حال آنها را دشوار می‌گرداند. نبود بچه‌ها دیگه شب یخ کردن همشون. حال پیچکومونو وای نکردیم علاوه نیست. یک میمردی خیلی پسته ننی. یکم ممکن پرابلمشون باشد میکشتن و همین سه روشید نداریم. بیمار فقط تلویزیون تماشا میکنه راستیگه به تلویزیون زیق میشه. اگه خونکی دوقه و تاب میکنه یا نکی وایده نه. اگه به سویتی تلویزیون تماشا نکنه زیق میشه. آوازی گودک نمیفروشه. شادیگل برای نگاه و بین دخترش که چند روز پیش طفل به دنیا آورد به شهر دوشنبه آمده است. میگوید نوزاد را به خانه‌اش به کلاب نبرد که اذیت نکشد. در شهر کلاب به گفته او برق با لیمیت یا محدودیت داده می شود. ولی میگوید وای در دوشنبه هم وضع چندان بهتر نبوده است. گلک بیچاره نمیشه اولش کبود چیده دیگه قوجیش موندیم پایین پشته. خیر که با تو پیچکا میچسبونیم که همین حالا در شهرم هم خیلی میشه. محله ارباب خاتون در حدود ناحیه سینا از مکان‌های سیرحالی پایتخت است. اکثر ساکنانش میگویند در خانه هیزم و بخاری ندارند و یگانه وسیله گرم کردن خانه‌ها نیروی برق است. من دو اتاج خانه دارم، جای پیچکمانی ندارم. خانه‌ام خنک. من گودک مایده دارم مثال. درومده نمیشود. میگم پدول دارم اوقات یک گرم کنم یا چی کنم سوید نیست. ادیالا قطعی پیچونده بعد چشته بیچاره گودک بعد درس میکنه. پیوسته خاموش شدن برق برخی را وادار کرده است که در فکر استفاده از بخاری بابایی شوند. بی‌برقی در محله ارباب خاتون که به حدود پایتخت داخل می شود به کار مکتب هم تاثیر کرده است. از وقت پیچکا نسازی رادیاتور باید مونن گودکو میساز سیتای چلتای گودک کنده هر یک سیم خنک نمیخرن آخه. تنها این محله نیست که در شهر دوشنبه روزانه ساکنانش ساعت‌ها به برق میمانند. مردم گوشه‌های دیگری پایتخت هم این شب و روز از محدود بودن برق شکایت میکنند. اکثریت میگویند از ساعت 8 صبح تا بگاه برق ندارند. لیمیت سر بودن رنگی دهات. قشلوق یگان کم بودی نیست. با مراجعت بعضی از ساکنان در شبکه‌های برق محلی زیستشان گفتند سبب صدمه و یا تعمیر خط‌های برق است. یک کارمند اداره برق در دوشنبه به رادیو آزادی گفت در پایتخت و عموما در کشور اصلا محدودیت برق جاری نشده است ولی تعمیر برای آمادگی به فصل سرما ادامه دارد و قطع برق شاید به آن وابسته است. این در حالی است که ساکنان ناحیه‌های کشور میگویند هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. برخی در شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند. بعضی دیگر از آن هم کمتر. شرکت برق تاجیک رسما جاری شدن محدودیت برق را اعلان نکرده است.